خب با کلینزر اینا رو پاک میکنم. خب بچه چیزی که الان دارم استفاده میکنم بهش میگیم پد کلینزر. به این میگیم پد کلینزر. دسته‌بندیشو بهتون نشون بدم. من از این برند استفاده میکنم، OPI. خیلی هم راضیم. پد کلینزر بدون پرز واقعا، چون میگن بدون پرز ولی اصلا خیلی هاشون این شکلی نیستن، پر از پرزن. ببینین یه صفحه مشبکه کاملا دور تا دورش این شکلی برش خورده. این پد کلینزر بدون پرزه، خیلی هم جنسش خوبه. حالا شبیه همین دقیقاً عین همین توی بازار هست که من خریدم و اصلا ازش راضی نیستم. این همینه. حالا یه تفاوتی داره، این که مثلا قسمت زیرش رنگشون با هم دیگه فرق میکنه. فقط میخوام فرقشو ببینیم. این مشبکه، هیچ پرزی نداره و این شکلیه. جنسش رو نگاه کنید، مثلا پرز پیداست. مثلا این بری میگیم پرزا مشخصه کاملا. این اصلا خریداری نکنید. یه همچین چیزی با حالا به هر عنوانی به شما دادن اینو قبول نکنید، چون پر از پرزه و کارتون رو خراب میکنه. پس پد کلینزر خیلی مهمه. و حالا کلینزر همینطور که از اسمش پیداست برای پاک کردن حالا روی لاک یا زیر مواد، زیر کاشت اینا استفاده میشه. من اینو برای کار طراحی و اینا استفاده میکنم، برند امشا که حالا سایزهای مختلف داره. 400 این 400 میله. کارش خیلی عالیه، من ازش راضیم. پس پد و کلینزر حتما باید داشته باشین. و خب بچه اون شوگر رو که بهتون گفتم، اینم باید بهتون میگفتم، داستر رو شوگر رو قبلا ویدیو درست کردم براتون، برید حتما ببینید. دیزاین با داستر و شوگر. برای شروع کار، حالا این داستر که کاملا رنگیه و نقره‌ایه خیلی به کارتون نمیاد، ولی این دو مدل داستر که من الان دارم و تو بازار رنگای مختلفش وجود داره خیلی به کارتون میاد. این حالت توناژ آبی داره، این توناژ صورتی داره. داستر رو حالا تو ویدیوشو که برید نگاه کنین طرز استفادهش رو میبینین. خیلی کاربردیه، روی لاکای خیلی روشن زده میشه، روی مثل کروم کلیر. اینا هم یه جورای کلیرن، فقط یه نوری میدن، یه برق خاصی میدن روی لاک، یعنی رنگ لاک زیرمون پیداست، ولی مثلا این نقره‌ایه رنگ لاکمون رو دیگه کاملا میپوشونه و کاور میکنه. خب داسترم پس اگر خواستین بگیرین، کالیته داستراشونه که نگاه کنین، اون داستری رو بگیرین که کلیره و فقط یه برقی، یه نوری، یه شاینی انداخته روی اون لاک، رنگش رو عوض نکرده. اون کاربردش بیشتره، خاطر این میگم. وگرنه میتونین هر داستری که دوست دارین بخرین. خب یه چیز دیگه، اسپایدر ژل یا همون ژل عنکبوتی. خیلی مهمه که چه برندی میگیرین. من سفیدشو از برند دیبی گرفتم، خیلی ازش راضیم. خوب کش میاد، چون نباید داستر قطع بشه، اسپایدر نباید قطع بشه، یعنی
اگه بخواد وسط را بریده بشه نمیتونین باهاش طراحی کنین. پس اسپایدر ژل سفید و مشکیش حتما به کارتون میاد. پیشنهاد میکنم حتما تهیه کنین. من سفیدش رو از برند دیبی گرفتم، مشکیش هم از برند آنیم گرفتم. اینم مشکیشه. برندای خیلی خوب دیگه هم تو بازار هستن. فکر میکنم آرتکس خیلی خوب باشه اسپایدر ژلش. حالا یه سری پینت ژل هم هست. پینت ژل نیستن اینا دیگه میگن بهشون ژل کاسه‌ای، شاین دار. ببینین خیلی شاینش فشرده است، خیلی ریزه و غلیظه و اصلا نمیریزه. یه همچین شاینی برای طراحیتون خیلی استفاده میشه که من نقره‌ایشو از این برند دارم و طلاییشم از برند GLK دارم که البته نقره‌ایش دیگه تو بازار گیر نمیاد. ببین یه همچین شاینی رو شما لازم دارین برای شروع کار. توی طراحیاتون خیلی استفاده میشه. به اینا میگن ژلای کاسه‌ای. خیلی رنگای متنوعی داره ها، خیلی تنوعش بالاست، ولی نقره‌ای و طلاییش خیلی برای طراحی استفاده میشه. و یه ژل دیگه هم هست جدید اومده توی بازار، اینم کاربردش زیاده، متالیک ژل. ببینید کاملا حالت متالیک رو داره. تو بازار رنگ طلایی، نقره‌ای و روز گلدش هست. حالا رنگای دیگه‌ش رو نمیدونم، من ندیدم و فکر میکنم کاربردی هم نداشته باشه رنگای دیگه‌ش، ولی نقره‌ای و طلاییش بسیار کاربرد داره. یه جاهایی به جای اینکه از کروم و از فویل استفاده کنیم میتونین از این ژلای متالیک استفاده کنین. ببینین این حالت متالیک رو داره. بچه این ابزاری هم که الان دارم ازش استفاده میکنم برای برداشتن رنگ بهش میگن قلم سیلیکونی. همینطور که میبینیم برای برداشتن رنگ واقعا به کارمون میاد، چون حیف قلماتون رو بزنین توی رنگ. از یه لحاظ که پاک کردن زیاد اون قلمو خب سر قلمو از بین میبره، یه طرف هم رنگ زیادی میره تو قلمو، رنگتون هدر میره. ولی این قلم خیلی برای برداشتن رنگ خوبه، ولی اصلش برای ساخت گلای تیریدی هستش. از این قلم استفاده میشه، قلم گلسازی، قلم های سیلیکونی. خب گفتیم گلسازی. خب یه سری گلای تیریدی رو با پودر اکریلیک میسازن که یه مقدار خب قدیمیه و جدیدن دیگه با ژل آدامسی کار میکنن گلای تیریدی رو. این ژل آدامسی رنگای مختلفش توی بازار هست، این دقیقا مثل خود پینت ژل رنگای مختلف داره. ببینین کاملا سفته و توی یووی خشک میشه، راحت میتونین بهش حجم بدین و از این قلم برای کار کردن با این ژل آدامسی میتونین استفاده کنین. خب اینم ژل آدامسی و بلومینگ ژل. بلومینگ ژل ویدیوهاش هست گذاشتم براتون، طراحی با ژل بلومینگ رو میتونین ببینین. این بلومینگ ژل همونیه که لاک ژل رو پخش میکنه، یعنی وقتی شما روی پالتتون اینو میزنین و لاکتون رو میذارین روش کاملا پخش میشه و باش میتونین دیزاین های مختلفی رو انجام بدین. من از برند
پرولاکچری استفاده کردم. خیلی خوبه و خیلی سرعت پخش شدنش بالاست، یعنی باید سرعت عملتون بالا باشه وگرنه طرحتون خراب میشه. برندهای مختلفی داره، بعضیاش هستن که سرعت پخش شدنشون یه خورده پایین تره و فکر میکنم برای مبتدی‌ها اونا بهتر باشه. برند دیاموند هم خوبه، همین چیز بلومینگ ژل. خب و قلموهایی که بهتون گفتم لاینر، فقط اون قلموها کافی نیست. اینم میگم احتمالاً لازمتون میشه قلم آمبرس که یه سری موهای کوتاه داره و یه سری موهای بلند داره، برای اینکه راحت تر دوتا رنگ توی همدیگه فید بشن. این قلم برای همون ساخت گل تیریدیه، هم با ژل آدامسی هم با پودر اکریلیک، بهش میگن قلم گلسازی. خب من از برند کاماپرو تهیه کردم ولی خب خیلی ازش راضی نیستم در واقع. میتونین برندهای دیگر رو امتحان کنین، هر چقدر هم ریزتر باشه سر قلم بهتر. اگه بخواین طراحی رو به صورت حرفه‌ای انجام بدین 100% با تکنیک وانستروک آشنا میشین. این قلم وانستروک، همینطور که میبینین سرش کجه. ما قلم وانستروک سر تخت هم داریم ولی استفاده از این خیلی راحت تره و چیزی که شما یاد میگیرین بهتون یاد میدن اکثرا توی ایران با همین قلم سرکج وانستروکه. دو تا قلم دیگه هم هست که باید بهتون معرفی کنم. قلم آبرنگ، شکل قلم آبرنگ رو ببینین، سرش تیزه و پایینش پهن و گرده. این به این خاطره که بتونه آب رو توی خودش نگه داره برای کار با آبرنگ. من از برند GMP تهیه کردم قلممو، خیلی ازش راضیم، شماره 07. و اگر بخواین به صورت حرفه‌ای طراحی کنین با تکنیک ژوستووا هم آشنا میشین. اینم قلم ژوستووه که هرچی ریزتر باشه باز کارتون تمیزتر در میاد. من اینو برند امشا گرفتم، راضیم ازش، شماره 1 امشا. خب یه سری تکنیک هم داریم، تکنیک فویل، چسب فویل، ژل فویل، یعنی برای شروع کار شما به فویل هم نیاز دارین. حالا من فویل های رنگی رو دارم بهتون نشون میدم، تنوعش خیلی زیاده، بخواین تهیه کنین انواع مختلفی داره. این چند مدل رو من دارم، کاربرد دارن ولی کاربردی ترین فویل ها فویل های ساده نقره‌ای طلایی و مسیه که اونم الان بهتون نشون میدم. خب ببینید اینا فویل های ساده نقره‌ای، خیلی اینا کاربرد دارن توی طراحی، برای شروع کار حتما داشته باشین. اینا به صورت روله ولی برای اینکه راحت این شکلیه، به صورت رول اینا رو میخرین ولی برای اینکه راحت بتونین ازش استفاده کنین و هر سری این رول باز و بسته میشه اذیت میشین، اما اول میتونین این شکلی به تیکه های کوچیک ببرین که هر کدوم استفاده کردین تموم شد بتونین بندازینش دور. این شکلی راحت تر میتونین استفاده کنین. نقره‌ای و طلاییش خیلی کاربرد داره. این رنگ حالت روز گلدشه، این قرمز طرحدارشه. حتما به نظرم فویل رو توی کارتون داشته باشین چون دیزاینای قشنگی هم میتونین باش انجام بدین، مخصوصا با این قرمز هم خیلی خوبه اگر داشته باشین. این قرمز طرحدار برای ولنتاین، برای یلدا، این دیزاین های خوشگلی
باش بزنیم. خب حالا این فویلا نیاز به چسب فویل دارن دیگه. من رو جمع کنم. این ژل فویله. ژل فویل داخل یووی خشک میشه، یعنی شما اینو میزنین روی کار، داخل یووی خشکش میکنین. حالا اون نه اونقدی که کامل خشک بشه و نچسبه روش. بعد میارین بیرون اون فویلتون رو روش میچسبونین. این ژل فویل. چسب فویل هم هست، اون در معرض هوا خشک میشه، رنگش سفیده، میزنین و داخل یووی نباید بذارین. من از اونها استفاده کردم، خیلی راضی نبودم واقعیتش، ولی از ژل فویل راضی بودم. از برند هیت استفاده کردم، این دارم استفاده میکنم، خیلی اوکیه. یه چیز دیگه هم که بهتره باش آشنا بشین، رابر تاپ. رابر تاپ یه تاپ غلیظه که توی هر برندی اسمش یه چیزیه. این غلظتش توی یه برند با عنوان رابر تاپ، توی یه برند سوپر تاپ، نمیدونم، تو هر برندی یه اسم خاصی، یه عنوان خاصی داره، ولی مهم اینه که اون تاپ خیلی غلیظه و این شبنم گذاری ها که روی مثلا گلای برجسته شبنم میذارن، حالت قطره میذارن، با همینا انجام میشه. برجسته سازی ها اکثرشون با همین رابر تاپ ها انجام میشه. لازم نیستش که مثلا از لامینیت استفاده کنین. لامینیت چسبناکه ولی این نوچی نداره دیگه، این تاپه و این خیلی استفاده ازش براتون بهتره، داشته باشین. خوبه. من برند آنالیز دارم استفاده میکنم، راضیم. اگه بخواین خیلی غلیظ باشه میتونید از برند ژل پارتی استفاده کنید. ژل پارتی فوق العاده رابر تاپش غلیظ و خوبه. و یه چیز دیگه که لازم دارین آبرنگه. البته ویدیوهای آبرنگی زیاد گذاشتم توی چنلم، میتونید ببینید. آبرنگتون باید آبرنگی باشه که زمانی که دارین روش کار میکنین روی پالت، رنگاتون تو هم دیگه فید نشه، یعنی بتونین سایه ایجاد کنین. رنگ زیری از مثلا یه گل میکشین، گلبرگ زیری از گلبرگ رویی پیدا باشه. برندهای مختلفی تو بازار هست. سن پترزبورگ رو من بهتون پیشنهاد میکنم، یه مقدار گرونه ولی خب یه آبرنگ خیلی خوب و ایدئاله، سال‌ها میتونید ازش استفاده کنید. دیگه پمپ آستون هم که حتما باید داشته باشین. من پمپ آستونم رو نشون نمیدم، خیلی کثیفه. خب امیدوارم که ویدیویی که براتون آماده کردم براتون کارایی داشته باشه. من توی این ویدیو در مورد یووی صحبت نکردم. دستگاه یووی رو که میخواین تهیه کنین به این دقت کنین که تعداد لامپایی که داره زیاد باشه و قسمت بدنه یووی از کف یووی جدا بشه، یعنی یک سره نباشه و اینکه بتونین هم برای پا استفاده کنین هم برای دست. و دیگه اینکه یووی ها بر اساس اون واتی که دارن با هم دیگه قدرتشون فرق داره. سعی کنین یووی رو تهیه کنین از فروشگاهی که براتون معتبره و ضمانت میکنه اون یووی رو که اون واتی که روش هست یه وات واقعی باشه، یعنی قدرت واقعی اون یووی باشه. ممنونم که ویدیوی منو تماشا کردین. انشالله که براتون مفید باشه. اگر در رابطه با ابزار خاصی اطلاعات خاصی میخواین کامنت بذارین حتما، چون شاید من از قلم انداخته باشم بعضی از ابزار رو. کامنت بذارین، من حتما پاسخگو هستم. یادتون نره که اگر ویدیوی خوبی هست با دوستاتون شیر کنین. ممنون میشم که سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین که از ویدیوی بعدی من مطلع بشین. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.